ما امروز از کوهها و صخره‌ها میگذریم تا به مردی برسیم که بهش میگن عقاب کوهستان. حالا چرا عقاب کوهستان؟ چون محل کارش رو بالا سر قله هاست. ارتفاع 3200 متری بر روی کوههای غربی مرودشت. وقتی ما رسیدیم تازه کارشو شروع کرد. الهی با امید تو. من کوهنورد هستم، عسل در میارم. بنده ای انگشت دست چپ من تو کو دست دادم. حاج مهدی پاکنیت 65 ساله، 53 ساله که دل به کو داده و از دل کو امرار معاش میکنه. کاری سخت اما پایانی شیرین. به به، بده بیا ماشاءالله خیلی هم سنگینه. عسل طبیعی اراده آقای پاکنیت از دل کو سالانه حدود 400 کیلو عسل استخراج میکنه. خب عسل کوهی چه فرقی با عسل مصنوعی داره؟ خوی خدایی خالصه، از گیاه. در عسل‌های کوهی و طبیعی مقدار ساکاروز کمتر از 2 هست. عسل طبیعی و کوهی برای افراد دیابتی بسیار مفید هست و هیچ گونه خطری نداره. این کندوها خودم میسازم و بعدا بچه زنبور میزنم داخلش، چوخ بند میزنم داخلش، میبرم تو کوهستان میذارم. آقای پاکنیت کندوهای دستساز خودش رو فصل بهار در بلندترین قله‌های فارس، کوگیل، بویرحمت و چهارمحال و بختیاری قرار میده و پاییز هم عسل برداشت میکنه. جایی امن و غیر قابل دسترس. جایی میبرمش که آدمیزاد هم نتونه، خرس خب سهله. جایی میبرمش که آدمیزاد، خرس، سمور که هم خرس دشمن زنبور هم سمور. روزی چند کیلو عسل میخوری حاجی؟ چقدر عسل میخوری؟ روزی نیم کیلو عسل میخوری؟ البته 2-3 وعده، نه یه وعده. عقاب کوهستان با اتکاب شجاعت خودش و کار و تلاش شبانه روزی از طبیعت 3 استان بهره میبره. روزی چند ساعت کار میکنی؟ شبانه روزی. کوه آدم جوون میکنه، اگر بگرده آدم جوون میکنه. ما آدم داشتیم کوهگرد بوده 110 سال 115 سال عمر کرده. از کارات تولید که کس پیر نشده، نمیشه هم. و در آخر پایان هر تلاشی میتونه شیرین باشه، حتی شیرین تر از عسل.